از همون دوره همه وقت در همه جلسه هایی که ابتدا اشتراک میکردیم و بعدا که وقتی که من اجرا کننده وظیفه بودم در همه جلسه هایی که شورای دولتی میگذراند و دیگر جلسه های میگذراند من حتمی اشتراک میکردم به حیث اجرا کننده وظیفه رهبری تاجیکستان. همون جلسه اخیری که یعنی با فروپاشی اتحاد شوروی انجامی در یک نواری ویدیویی ما دیدیم که شما یعنی در پهلوی آقای گورباچوف شما هم صحبت میکنید از همون حادثه یک یادآوری میکردید. البته اون دوره وقتی که جلسه را گذراندم گورباچوف بعد گفتن که همه رهبران جمهوری باید که یک دو سخن گویند. رئیس عزیز، آیا شما از قبل میدانستید که شما را از وظیفه در اجلاس سبکدوش میکنند یا این چیز برای شما ناگهانی بود؟ پیش از رفتن به خوجان در مجلس یک جایه شورای ریاستی شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان ریاستی کابینت وزیران جمهوری همه جمع شدند. تمام رهبریت ریسپوبلیکا جمع شد اونجا. همه حکومت بود، و هم دیپوتات ها بودن، اکثریت دیپوتات ها بودن، رئیس های کمیته های شورای عالی بودن، سرداران همین تشکیلات های انتظامی ما بودن، یعنی که پرکراتورا و سود و دیگر چیزایی که مقامات قانونگذار و مقامات نظارتی همه حضور داشتن و در اونجا ما یک مراجعه‌نامه قبول کردیم. غیر از مراجعه‌نامه ما عریضه نوشتیم، همه ما عریضه آید به استعفا، یعنی که از رئیس شورای عالی سرکرده همه پرزیدیوم به استعفا می رود، پرزیدیوم کابینت وزیران به استعفا می رود، تمام رهبریت همش به استعفا می رود. مقصد اساسی در چی بود؟ مقصد اساسی که اصلا این جنگ شهروندی ما میگن که هر کس که بها میدهد، این جنگ اساسش کرسی بود. ما همون دوره تصمیم گرفتیم که این کرسی رو همه خالی کرده، آدمای نو باید انتخاب شوند، مسائل چیزی که باشد با یک بارگه محاکمه کنیم و با یک خلاصه بیم که پیش راه جنگ گیریم. شما به خاطر اینکه در تاجیکستان امن و آسایش برقرار شود دعوای کرسی نکردید و اون چیزی که در سرنوشت شما در اونجا گرفته شد به اون یعنی قناعت حاصل کردید، ولی مثلا بعد اجلاس 16 شورای عالی جنگ قطع نشد، ادامه یافت. فکر نکنید چرا؟ وقتی که با خوجان رفتیم، یعنی که میگن که سکریپت اول در دست تاجیکستان نبود. دیریژوری اجلاس 16 شورای عالی گفته می شود در خارج بود. شما که در سطح بالا قرار داشته در این مورد چی میگی؟ دو تا اصلا دولت‌هایی که با این منفعت‌دار صلح و صلاح ما باید می‌بودن، پیش از آن همسایه با ازبکستان بود و دولت بزرگ روسیه بود و تا همون دوره که البته من رفتم. طبق اطلاع منابع رادیو زودی، اکبرشو اسکندرов رئیس سابق شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان بازداشت شده است. مقامات و همخویشاوندان اسکندرов در این باره صحبت نکردند. دو منبع رادیو زودی گفتند نمایندگان دوستانی کل اکبرشو اسکندرов را 13 14 ایون به بازپرسی دعوت نموده دیگر رها نکردند. تو این دم معلوم نیست که اسکندرов به چی متهم می شود. مفتشان دوستانی کل قریب 50 نفر را بازپرسی نموده با شرط بیرون نرفتن از جای زیست رها کردند، اما اکبرشو اسکندرов را جواب ندادند، افزود یک منبع آزادی. رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی مسئله به دوستانی کل مکتوب فرستاده منتظر پاسخ است. خبرنگاران رادیو آزادی روز 21 میون به منزل اسکندرov در شهر دوشنبه رفتند. نزدیکانش در را باز نکرده گفتند اکبرشو در خانه نیست. اکبرشو اسکندرov به دنبال بازداشت یک وکیل پارلمان و وزیر پیشین کار خارجی دستگیر می شود، هرچند معلوم نیست که قضیه آنها تا کجا با هم رابطه دارد.
рӯзи 12 июн Саид Ҷафар Усмонзода вакили парлумони Тоҷикистон бо иттиҳоми ғасби ҳукумат боздошт шуд. Манобеъи Радиозодӣ гуфтанд ҳамон рӯзи 12 июн Ҳамроҳхон Зарифӣ, вазири собиқи корҳои хориҷии Тоҷикистон ва дипломати собиқадор ҳам дастгир шудааст. Акбаршоҳ Искандаров 73 сол дорад ва моҳи ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои олӣ дар шаҳри Хуҷанд аз мақомаш истеъфо дод ва роҳро барои ба қудрат расидани президенти феълӣ Эмомалӣ Раҳмон боз кард. ӯ баъдтар чандин сол сафири Тоҷикистон дар Туркманистон ва дертар намояндаи Душанбе дар Қазоқистон буд. Солҳои охир дар Академияи улуми Тоҷикистон кор мекунад.